سلام، من اومدم با یه رسیپی دیگه. قراره یه غذای خوشمزه با گل کلم درست کنیم. برین گل کلم رو بیارین و ریز ریزش کنین. حالا اونا رو توی آب میندازیم و حسابی تمیزشون میکنیم. میریم سراغ یه لیموی تازه و آبدار و 2 برش ازش رو جدا میکنیم. حالا یه قابلمه میاریم، گل کلم ها رو توش میریزیم، لیمو هم روش میذاریم و در قابلمه رو میبندیم و نیم ساعت میذاریم خوب بپزه تا نرم بشه. همه چیز مرتبه. حالا جعفری تازه رو ریز ریز میکنیم. و توی یه ظرف آرد سوخاری رو میریزیم و بهش پنیر پیتزا اضافه میکنیم و جعفری هایی که از قبل آماده کردیم. بله، گل کلمامون حسابی آماده است. 2 تا تخم مرغ و حسابی به هم میزنیم و یک مخلوط یک دست درست میکنیم. حالا کافیه که قلقلیشون کنیم و به پودر سوخاری آغشتشون کنیم و بذاریم توی سینی فر یا توسترمون. یک کوچولو روغن زیتون هم اضافه میکنیم. میذاریم توی فر یا توستر حدود 25 دقیقه با دمای 180 درجه و میریم سراغ یه سس رژیمی خوشمزه. 2 قاشق ماست، 1 قاشق ارده، یه مقداری نعنای خشک، 2 قاشق سرکه، فلفل، نمک و آب لیموی تازه خوشمزه‌اش میکنه. نوش جان.